سلام دوستان، خوش اومدید به قسمت جدید ویدیو یوتیوبمون. تو این قسمت میخوایم با هم دیگه یه غذای خیلی مقوی و عالی برای ماهیامون تولید کنیم. اول باید هچشون کنیم، بعد به سایز بالغ برسونیمشون که بتونیم تغذیه کنیم برای تمام ماهیا. سایز کوچیکشون رو میشه برای ماهیای سایز کوچیک، بچه ماهیا، گوپی، فایتر ماهیایی که حالا سایز زیاد درشتی ندارن استفاده کردم. اما برای اینکه به دیسکس، آنجل یا ماهیای بزرگتر داد باید یه مقدار سایز بشن و بالغ بشن. بریم معرفی کنم بهتون. غذایی که در موردش صحبت میکنم این هستش: آرتمیا همون میگوهای آبشور هستن که اگر حالا داخل دریاچه های آبشور میشه اینا رو دید. یه موجودات خیلی کوچولو و ریزه میزه هستن که رنگ قرمز هم دارن. و خب الان اینجا برای مثال این آرتمیای دکپسوله هست. این آرتمیا دکپسوله همون تخم آرتمیا هست که پوسته روش که موزه هست برای ماهیا برداشته میشه و خب میشه همینجوری آماده به ماهیا داد و خب میخورن و خیلی هم مقویه براشون. اینو الان تست میکنیم با هم. خب ببینید این الان آرتمیای دکپسوله هست. بچه ماهیای کوچیک خیلی راحت از این غذا میخورن و خیلی هم مفید و مقویه براشون. ولی خب تفاوتی که این آرتمیا هایی که تازه هچ میشن دارن و کلا آرتمیای زنده اینه که اینا فعالیت دارن، حرکت میکنن و این خودش باعث میشه که ماهیا جذب بشن به خوردنشون. خصوصا بچه ماهیا مثل دیسکس رو حالا تکثیر میکنن. دوستان میدونن دیگه این اولین غذایی که باید بهش داد همین آرتمیا هست. یا فایتر رو حتی فایتر بعد از اینکه تکثیر میشه بچه‌هاش، برای تغذیهشون شما نیاز دارین به آرتمیا. خب من توی اینستاگرام و همین توی یوتیوب تو قسمت ویدیوهای شورت چند تا ویدیو درست کردم در موردشون، ولی یه توضیح کوتاه هم در موردش اینجا میدم که حالا دوستانی که اونور ندیدن اینجا کامل مطلب رو بگیرن. ما برای هچ کردن آرتمیا به سیست آرتمیا نیاز داریم که الان بهتون نشون میدم. این سیست آرتمیا هست. این تفاوتش با آرتمیا دکپسوله رو قشنگ میتونید متوجه بشین. این سیست آرتمیا و این آرتمیا دکپسوله. این سیست، این دکپسوله. شما باید سیست آرتمیا رو تهیه کنید و داخل 1 لیتر آب میتونید 1 لیتر آب تمیز، 1 قاشق چایخوری از سیست آرتمیا به همراه نمک، اینم از نمک بدون یود از عطاری میتونید تهیه کنید. حدوداً 20 تا 25 گرم هم نمک اضافه میکنید و یه مقدار اکسیژن، همونطور که اینجا مشخص هست اکسیژن و نور. این چیزایی هستش که شما برای هچ کردن آرتمیا نیاز دارید. من از یه دونه بطری نوشابه استفاده کردم. این قسمت بالاش رو برش زدم و خب حدوداً 1 لیتر هم هست. آرتمیا ها الان هچ شدن. حالا اگر من اینجا اکسیژن رو خاموش کنم، این رو کاملا میتونید ببینیدشون. آرتمیا هچ شدن، 48 ساعت گذشته الان و امروز میخوام براشون یه دونه ظرف درست کنم که بتونم اینا رو سایز کنم داخلش. خب 2 تا ظرف داریم، یه دونه این و یه دونه کوچولو، اون بزرگتر از اینه البته. اینا رو من میخوام قرار بدم اون پشت و نور رو هم خب میتونم روش بذارم. فقط قبلش بعد آب و نمک، یعنی یه آب شور درست کنیم براشون، چون اینا میگوهای آب شور هستن. بعد این رو براشون درست کنیم و خب نمیدونم کدوم ظرف مناسب‌تره. فکر میکنم اگر جا بشه اون بزرگتره رو بذارم، ولی اگر چون فضام کمه شاید مجبور شم از این استفاده کنم. اینجا رو ببینید چه خبره. خب من این رو پر کردم. این آبی هستش که اینجا قرار دادم، نور رو هم روی سرش قرار دادم. خیلی سخت بود چون اول آب ریختم داخلش بعد انتقالش دادم. یه دونه سنگ هوا اینجا داریم. میگن کوزه گر از کوزه شکست آب میخوره. 1 ساعت من داشتم دنبال یه دونه سنگ هوا میگشتم. بعد خب مرحله بعدی اینه که اینو وصلش کنیم به پمپ هوامون. یه دونه از این شیرا من زدم اینجا، یه دونش برای آب دپو هست. این یه دونه لوله رو من برای آب دپو استفاده میکنم، اکسیژن برای آب دپو. اون یکی هم وصله به این بیوفیلتری که توی این تنگه.
یه دونه دیگه هم الان وصل میکنیم میذاریم داخل این ظرف که اکسیژن داشته باشیم برای آرتمیا ها، که خب اکسیژن محلول در آب داشته باشن، موردی براشون پیش نیاد و به خوبی رشد کنن. بریم اکسیژن اضافه کنیم، بریم قسمت های بعدی. اکسیژن رو هم اضافه کردیم، الان میریم سراغ اضافه کردن نمک. من این رو وصل کنم نسبت به حجمی که میخوام اضافه کنم. هر 1 لیتر تقریبا 25 گرم میخوام اضافه کنم که یه چیزی حدود 200 گرم نمک بدون یود لازم داریم. نمک رو هم اضافه کنیم، بعد بریم سراغ جداسازی آرتمیا. البته جداسازی نیازی نداره ولی خب جداسازیش هم توی این ویدیو آموزش میدم. میریم سراغ انتقالشون بعدش. نمک رو اونجا هم زدیم، یعنی نمک رو اضافه کردم، 200 گرم نمک اضافه کردم، یه مقدار هم زدم که نمک حل بشه ولی خب نشده هنوز. اینجا بریم سراغ آموزش جداسازی این برای استفاده برای بچه ماهیا. بعد انتقالش بدیم. برای انتقال دادنش نیازی نیست که جداسازی کنیم، همینجوری میشه انتقالش داد. برای جداسازیشون این آرتمیای ماست. یکم بیایم نزدیکتر، یکم بالاتر. رو خاموش کنیم اول که من بتونم بهتون نشون بدم که این آرتمیا چجوری خیلی راحت میتونیم بگیریم. اینا عاشق نورن. یعنی چی؟ یعنی شما اگر که یک منبع نور اضافه کنید توی تاریکی، همشون جذب نور میشن. الان با هم تست میکنیم. خب برای اینکه بیشتر مشخص بشه من مجبورم که یه ذره این رو زوم کنم. اینا کاملا الان که کیفیت ویدیو بالا باشه براتون اینا رو میتونید ببینید. این بچه آرتمیا هستن که دارن سمت نور جذب میشن. حالا چجوری میتونید اینا رو بگیرین؟ فقط کافیه که یه منبع نور اضافه کنید و با یه دونه از این شلنگ های هوا، از اینا دورین بیاد عقب، با یه دونه از این شلنگا همشون رو از اینجا خارج کنید بریزین توی یه ظرف دیگه. فقط توجه داشته باشین که اینا توی آب شور هستن، بعد یه دونه اینا رو با آب شیرین ترکیب کنید بعد به ماهیا بدید. ولی گرفتنشون به همین راحتیه. 2 تا نکته داره. یه دونه این که این پوسته های روی آب رو میبینید، این پوسته های روی آب، این قسمت، اینا رو نباید به ماهی بدید چون این پوسته ها هضم نمیشن و توی گوارششون میمونه، براشون مشکل به وجود میاره. یه نکته دیگه هم هست که توی ویدیو مشخص نیست، این ته بطری یه مقدار از آرتمیا هایی که هج نشدن اون ته باقی میمونن و خب اونا رو هم ما نیاز نداریم. تمام چیزی که ما نیاز داریم برای بچه ماهیا همین قسمت هستش که آرتمیا های کوچیک هستن. اینا رو میدیم به بچه ها و پروتئین بسیار بسیار بالایی داره، خیلی مقویه براشون. اینا تعدادشون هم زیاده. خب قبل از اینکه بریم آرتمیا ها رو اضافه کنیم به ظرفمون، من اینو بهتون بگم که یه ایده به سرم زد، نمیدونم حالا چقدر کار میکنه یا نه. یه دونه سنگ اینجا داریم که پر از جلبک و این سنگ رو من میخوام داخل اون تانکی که آرتمیا ها رو میخوام داخلش بذارم قرار بدم، به امید اینکه این بشه یه منبع تغذیه خوب برای آرتمیا ها. نورم که دائما روش روشن هست. به غیر از این از پودر اسپرولینا میخوام استفاده کنم برای تغذیهشون. ولی قبل از اینکه بخوام اضافه کنم آرتمیا ها رو، یه مشکل هست، اینه که حجم این نمک یه ذره زیاد، یعنی زیاد که نیست که خب حجم درستیه و با حل شدنش ما مشکل داریم. کل نمک حل نشده داخل آب هنوز و خب یه چند ساعت شاید زمان نیاز داشته باشه. من به خاطر اینکه این نمک کامل حل بشه، اول یه مقدار از این آرتمیا ها رو اضافه میکنم به تانک و خب صرفا جهت ویدیو گرفتم و بعد از چند ساعت تمام آرتمیا ها رو منتقل میکنم. این سنگ رو هم میخوام زیر اون نور قرار بدم که منبع تغذیه بشه براشون و بجز این از پودر اسپرولینا هم میخوام برای تغذیه روزمرهشون استفاده کنم. سنگی که کاملا جلبک زده میذاریمش داخل
ظرف و یه مقدار آرتمیا رو اضافه کنیم. خب ما اینجا پودر اسپرولینا داریم که با یه مقدار آب ترکیبش کردیم. آرتمیا ها رو هم که منتقل کردیم. تو 24 ساعت اول نیازی به تغذیه ندارن، ولی خب الان این حدودا 48 ساعت هستش که هچ شدن و نیاز هستش که ما با این اسپرولینا اینها رو تغذیه کنیم. این پودر اسپرولینا رو هم از برندهای مختلف تولید میکنن، میتونین تهیه کنین. ای وای ریخ رو دیوار، رنگش هم نمیره اینه. خب یه مقدار خیلی کم، 3 تا قطره هم زیاده براشون. از همین تغذیه میکنن. بقیه ماهیا میشه اینا رو داد. خب یادتون نره که هچ کردن آرتمیا لوازم مورد نیاز برای هچ کردنشون و خلاصه همه چی رو ما توی 2 تا شورت توی یوتیوب و توی اینستاگرام توی قسمت ویدیوهای اینستاگرام آپلود کردیم. حتما اونا رو ببینید. لوازم و وسایل و نحوه هچ کردن رو اونجا گفتیم و توی این قسمت هم انتقالشون و گرفتن آرتمیا و چیزایی که برای سایز کردن آرتمیا نیاز داریم رو هم توضیح دادیم. امیدوارم که ویدیو جالبی شده باشه براتون و مفید بوده باشه براتون. اگر سوالی دارین حتما توی کامنت ها بپرسین. توی قسمت های بعدی هم آرتمیا ها رو سایز شدنشون زیاد طول نمیکشه، سایز شدن نشون میدم بهتون و میام استفادهش میکنیم برای تغذیه این دیسکت ها. فعلا تا ویدیو بعدی، خداحافظ.